طالبان بانک جهانی کار تکمیل پروژه های برق را سیاسی نکند. با گزارش خبرگزاری معمار عبدالباری عمر رئیس شرکت دولتی برشنا در کنفرانس در کابل از بانک جهانی، اتحادیه اروپا و چند کشور خواست پروژه های ناتمام برق افغانستان را از سر بگیرند. او گفت برق یک نیاز انسانی است و نباید سیاسی شود. عمر افزود بسیاری از پروژه ها در نظام پیشین توسط بانک جهانی و اتحادیه اروپا تمویل میشد، اما پس از تغییر نظام نیمه کاره باقی ماندند. او همچنین به ظرفیت افغانستان در تولید انرژی از آب، خورشید و باد اشاره کرد و خواستار سرمایه گذاری داخلی و خارجی شد. اما کارشناسان باور دارند که بدون بهبود روابط سیاسی با جهان، جذب سرمایه گذاری در این بخش دشوار خواهد بود. افغانستان امروز به شدت به برق وارداتی از همسایه ها وابسته است و سالانه بیش از 220 میلیون دلار برای خرید برق می‌پردازد، در حالی که حدود 60% مردم هنوز با برق دسترسی ندارند. بانک جهانی نیز اعلام کرده در سال 2024 300 میلیون دلار برای پروژه های بشردوستانه اختصاص داده، اما این کمک ها از طریق نهادهای سازمان ملل و خارج از کنترل طالبان مصرف می شود. پروژه منطقه‌ای کاسای گذار نیز در حال از سرگیری است.